دوستان سلام، به دومین قسمت نون از پادکست شماره 5 خوش اومدید. امیدوارم تا الان تونسته باشید این نونا رو تو زندگیتون پیدا کرده باشید. اگر هم که تونستید بذاریدشون کنار که خب خیلی خوبه، دمتون گرم. اگر هم نتونستید هیچ جای نگرانی نیستش. یکم آدم روش فکر کنه پیداشون میکنید. خیلی پیچیده ای نیست. اصلا سخت بهش نگاه نکنید. واقعا در اندازه یه حرف نون بهش نگاه کنید و بذاریدشون کنار. یه جایی هم میرسیم ما میایم این نونا رو از تو زندگیمون میذاریم کنار، ولی اجازه میدیم که بقیه این نونا رو وارد زندگی ما کنن. این چی جوری میشه؟ تو زندگیای اکثرمون هم این اتفاق حداقل یه بار افتاده. برای پسره که خواسته بره باشگاه، به رفیقش میگه فلانی میای بریم. فلانی اینجوری بوده که یا از اول گفته نه، یا مثلا گفته آره بریم منم میام. بعد یه جلسه رفتن، دو جلسه رفتن، اون فلانیه دیگه نیومده. اون همینجوری شده که تنهایی بابا اصلا باشگاه حال نمیده ولشون. اونم دیگه نرفته. اه آقا تو مگه برنامه نچیده بودی که این داستانو بذاری کنار؟ خب پس چرا؟ چون گذاشتی بقیه نونو وارد زندگیت کنه. یا مثلا میخواد اون ایده رو که به ذهنش رسیده اجرا کنه تو هر زمینه‌ای که بوده. گفته بذار برم از رفیقم کمک بگیرم. رفته پیشش، آقا میای این داستانو شروع کنیم با هم دیگه. رفیقش حالا گفته نه. از زاویه بد به این داستان نگاه کنیم، میگه خواسته بپیچونتش. زاویه خوبش اینه که نه آقا واقعا درگیر بوده، درگیر زندگیش بوده، کارش بوده، درسش بوده، هر چیزی هستن. ما از زاویه خوبش نگاه میکنیم. نیومده. اونم اینجوری شده که تنهایی که نمیشه یه کارو شروع کرد که گذاشته کنار. اصلا دیگه ساده تر از همه اینا. خواسته بره بیرون، اصلا خونه مثلا فکرش ریخته به هم، سر کار بوده، خسته بوده، اصلا هر چیزی. خواسته بره بیرون، یه کافه‌ای بره. فلانی میای بریم، فلانی نه من خیلی درگیرم. تو هم نرفتی. بعد اینجوری که یکم میگذره میگه آقا چرا داره اینجوری میشه؟ خب این چرای سر اینه که تو اومدی این نونه رو از زندگیت حذف کردی، ولی اجازه دادی بقیه این نونو وارد زندگیت کنن. آقا نکنید. هر کسی تک نفره یه ارتش کامله. اصلا نیاز نداره به کسی. نمیخوام اصلا منبع معرفی کنم برای این داستان، آدم موفق بگم. مشخصه هممون میبینیم تو جامعه اکثر آدمایی که به جای رسیدن خود ساخته اومدن بالا، تنها اومدن بالا، تنهایی ها کشیدن، سختی ها کشیدن. میبینیمشون اینا رو کف جامعه. آقا بچه‌هایی که تو کار کامپیوترن، کارشون با کامپیوتره، با لینکدین آشنان. شما برید با دو سه تاشون پیام بدید، اکثرشون اینجوریان که آقا ما اول خودمون تنهایی اومدیم بالا، آره به یه جا رسیدیم، یه تیم تشکیل دادیم، ولی اون استارت کاره رو خودمون تنهایی زدیم. آقا پس شروع کنیم. خودمون رو وابسته نکنیم به دیگران. این وابستگیه بعدن خیلی ضربه ها میزنه تو زندگی. اگر خودمون عادت نکنیم که آقا هر کاری میخوایم بکنیم خودمون اول میتونیم این داستان رو شروع کنیم، حالا به اون جایی که میخواستیم رسیده، نیاز به کمک داریم، آقا میگردیم دنبال یه آدم درست حسابی، آقا بیا کمکم کن. ولی اینکه اولش هر چی میشه ما اینجوری هستیم که نه اگه فلانی نیومد باز اجازه دادیم اون نونا رو وارد زندگی میکنن. هر چقدر تلاش کردیم، فکر کردیم این نونا رو از تو زندگی خودمون حذف کنیم و حذفش کردیم، اجازه میدیم بقیه برن این نونو وارد زندگی میکنن. این 100 کار اشتباهیه. این 100 کار اشتباهیه. این 100 کار اشتباهیه. 3 بار میگم. تأکیدم میکنم. هممون هم داریم این داستانو. اینجوری نیست که بیام میگم من چون الان دارم حرفشو میزنم نه ندارم. منم خیلی جا شده این داستان تو زندگیم اتفاق افتاده و همین الانش هم اتفاق افتاده. ولی آقا بیایم هممون با هم شروع کنیم داستانا رو بذاریم کنار. سودشو 1 سال آینده میبینیم، 2 سال آینده میبینیم. اینو همیشه باید به یاد داشته باشیم. اون موقعی که بخوایم شروع کنیم شاید یه نفرم نیاد بگه بابا باریکلا برو جلو تا میتونی. اگر همچین آدمای نزدیکت هستن اینا رو نگه دار. این آدما خیلی به دردت میخورن. این آدمایی که حامیان خیلی به دردت میخورن.
ولی اونجایی که تو به یه جایی برسی، کسایی که تو شاید 10 سالم ندیده بودشون میان میگن که بابا باریکلا، دمت گرم، تو چه آدم خفنی هستی. اون موقعی که نیاز به کمک داشتی هیچکی نمیومد، ولی اون موقعی که تو اومدی این داستانو تمومش کردی همه میگن باریکلا، آفرین. بس شروع کنیم هممون شروع کنیم. در آخر که امیدوارم خدا به هممون کمک کنه بتونیم این نونا رو از تو زندگی خودمون اول حذف کنیم، دوم نذاریم کسی وارد زندگیمون بکنه. دم همتون گرم. خدا نگهدار.